ازبکستان یعنی طرش امروز سرمربی تیم منتخب افغانستان است و او دسته خود منتخب تاجیکستان امروز ما در هیئت اساسی مخصوصا رستم یتیموف رو می‌بینیم دروازه‌بان اساسی با میدان آمدن او رو در هیئت تیم منتخب و دیدن بازی او رو در هیئت هواداران او بازی این دروازه‌بان رو در هیئت تیم منتخب ما ببینند. البته فوتبال روسیه برگردد با عرصه بین‌المللی خب به خاطر که تحریم ها اند و چند مدت شد مهیر حتما بعدا خواهیم گفت. حالا باشد بازی شروع می‌شود. ما با هیئت‌های دست و توجه میکنیم در آغاز سرمربی تیم ملی ما بود. حالا اینجا کوشش کردند بازیگران ما و حتی با دروازه‌بان افغانستان با احتمال زیاد یکی از بازیگران ما کم ضرر هم رسوند و شاید حتی باقی مانده آنها از طریق تلویزیون‌های خود بازی را تماشا دارند. خلاصا پیروزی بر ما دارد که در یک بازی دوستانه یک بازیگر این گونه آسیب میگیرد. هرچند میتواند این آسیبی جدی نباشد، میتواند پس از یک رقیبی ما رقیبی اونقدر جدی نبود و ما میدونیم که یکی از دسته‌های ضعیف است در منطقه منتخب نپال. حالا امکانیت برای پرویز جان عمرباєв، پس نوبتی او به مرکز علیشیر پاس میدهد به عقیب، ضربه و گل. امیربک جوراباєв یعنی نام را دارد که در منتخب یعنی فضای داخلی بسیار خوب است. یعنی بازیگران با هم بیشتر در مرحله انتخابی چمپیونات جهان ببینید که کدام بازیگران این منتخب پیش از همه ارزنده هم برای حالا میبینیم که چه خیلی از مخلصان پشت رسیده است. پرتاب نوبتی به داخل جریمه گل، ضربه و یکی از گل‌های زیبا رو ما میبینیم. اینجا دروازه‌بان منتخب افغانستان اشاره دارد که افساید بود اما بعد از دستگیری مخلصان تأثیری زیاد نمیرساند. صحنه تکرار رو میبینیم از کنار رستم سویرف توپ رو ارسال کرد، افساید نبود و چی یک گل زیبا. وقتی برگزاری بازی منتخب تاجیکستان و نپال هم ریزش شدید باران با چشم رسید. اینجا ضربه نوبتی رو اجرا میکنند و بسیار یک ضربه خوب هم بود اینجا اما چی حیف احتیاطی به میدان آمد و اینجا اکنون اشتباه دفاعگر اما دروازه‌بانی تیم منتخب افغانستان کوشش میکنند از این وضعیت استفاده برن. پرتاب جریمه گل، ضربه و گل. منتخب افغانستان بعد با اینجا مخلصانشون هم شوتی اونی شوت میکنن. صحنه تکرار رو میبینیم خیلی ضعیف به نظر میرسید. اونجا در میدان با حساب 2-0 شکست خورده بود. اینجا اکنون یک برخورد سخت دیگر بین بازیگران به میان میآید. کارت سرخ و رستم یتیموف با دروازه‌بان. رستم یتیموف در این وضعیت حرکت‌های داشت که غیر کسبی. سراول بازیگر منتخب افغانستان این کار رو کرده است. می‌بینیم حالا رستم با توپ قرار دارد. پرتابی و بعد داخل جریمه گل و حسین زمانی و امید موسوی این بازیگران تیم منتخبی افغان بر مقابل تیم منتخب تاجیکستان انقدرش در منتخب تاجیکستان کار کرده بود و از زیاد میداند که در هیئت داوری چهارم اینجا مشورت کردنی است اما نه به خاطر آرام کردن سرمربی منتخب تاجیکستان با کنار میدان رقابت و پرتاب داخل جریمه گل. رستم سویرف باز یک پرتاب دیگری او دروازه‌بان منتخب افغانستان فهمو تا جای آورده رساند که رستم یتیموف از میدان بیرون کرده شد و اینجا گل سیوم زده می شود دوستان ارجمند. همچنین سفرف توپ رو راست با جریمه گل روان کرد و توپ راست با نزد رستم سویرف. حالا اکنون پرتاب داخل جریمه گل باید بازیگران ما ببینند این وضعیت رو و برای برطرف کردن یا مبارزه هم برند. منچر سفرف داخل جریمه گل دفاعگران ما باید در حال موقع خود را بگیرند و اکنون در خط دفاع دیگر وحدت حملانوف نه ضربه نوبتی خیلی خوفناک دوستان. پس با زویر جوراباєв پرتابی و بعد داخل جریمه گل و توپ در دست دروازه‌بان این دفعه
پس به کمال راست با موقعی که بازیگران ما کمتر توجه داشتند. پرتاب نوبتی با جریمه گل زویر جورابی نپال با حساب 3-1 بر مقابل افغانستان. در دست دروازه‌بان اسکزای جمشید در دقیقه 37 از منتخب افغانستان و در دقیقه 70 رستم سویروف بعد روز دیگر فرا میرسد با غلبه‌های پیاپی و با بازی‌های زیبا و مجلای خود شروع